در سال فتح مکه سال 8 هجری حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خانه کعبه را پاکیزه و تازه کرد 360 متر داخلش شکست همین وقتی نماز پیشین شد دست بلال حضرت بلال امر کرد بلال حبشی را که در مکه تولد شده است غلام زاده بود غلام بود آخی همچه غلام خطش رفتار میکردند این جور ظلم او را میکردند امر کرد گفت بالای خانه کعبه برو از بالای بامش اذان بده وقتی حضرت بلال برآمد از بالا اذان داد قریشی ها تحمل شنیدن این را نداشتند گفتند ما را ازدواج کردند پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج می‌برید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات حتما در رقم های ما در تماس بروید. حتی کسایی که آدمای اندک نیستن یا 3 نفر همین ای بزرگای قریش یک جو جمع اومدن یک نفرش عطا ابن اسید دوره اگه برای درجه و منزلت چه به شما فهموندن همین قبول که وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم برگشت به مدینه اومد همین شخص امیر مکه تعیین کردگی امیر مکه عطا ابن اسید میگه الحمدلله الذی قبض ابی حتی لا یرى هذا اليوم خدا را شکر که خداوند پروردگار بزرگ جان پدر ما پیشتر گرفت همین شرمندگی را ندید اگر تلخش میکفید میمون یک غلام حبشی ای بالای خانه کعبه از مقدسات یاخی از همین شریعت حضرت ابراهیم برای قریش و عرب همین خشیز مونده بود از بالای مکانی که تمام قریشی ها در دنیا افتخار میکنن یک غلام زنگیه که مقصد خدمتگار غلام ته دستی هم بود ببرایه و سنادید قریش دعوت کردن که بیایه به نماز هرچی میگن پدر مرد همین شرمندگی و فضیحت ندید نباشه تلخ کف بشید یک نفرش به نام عبدالله ابن هشام گفت ما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود مگر محمد صلی الله علیه و سلم غیر همین زوق سیاه یگان کسی دیگر را نیافت اینا ببین توحید بچه در عصر 21 همین نجات پرستی هست این همین ملتچگی و ملتگرایی هست چی برسا که او عصرهای میانه این صحبت ما کرده استیم سبحان عصر 8 میلادی میگه حضرت ابو سفیان هم همون جایی مسلمان شدگی های پیش فتح مکه حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرده بود گفت این لا اقول شیئا اخاف ان یخبر به رب السما گفت من هیچی نمیگم نه با او خاطر که با شما هم فکر نیستم نه گپاتو درسته منم تصدیق میکنم گپتونم نه که من میترسم که پروردگار پیغمبرش خبر میکنه ولی پیغمبر خبری اسلام قبول کرده میگه حضرت جبریل اومد حضرت صلی الله علیه و سلم آگاه کرد صداشو کرد گفته همین گپ را گفتن گفته علم و کرد و گفته بعد میگه همه آیت نازل شده بود همین آیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نزد خانه کعبه و تمام مردم عالم اعلام داشت که هی مردم بشتو و دستر تو بگیره اوگه این بلالی که حبشی است و این آدمی با تقوا و متقیه درجه و منزلت در پیش پروردگار از 100,000 اشراف قریش بالاتر و بالاتر اشراف قریش کیه؟ این مردک درجه و منزلت داره مرتبت داره حضرت مولوی قصه میکنه میگه خور در یک جایگاه روز بلال برتنی حضرت شیخ عطار ببخشید در منطقه تایید شیخ عطار خور در یک جایگاه روز بلال برتری باریک 100 چوب دوال خون روان شد زوز چوبی بی عدد همچنان میگفت احد تمام اعضای بدن پاره کردن که اقلا یک بار پیغمبر در شنامته فقط همین احد گفته است میگه گر شود بر پای خور نوگهت حب و بغضی کس نماند در رهت ناشگری شود که یک خور در پاد بزنه مردم دنیا در چشمت شوم میشوند
برانمی یک سیاستت کنن نوزده پدر تمه فروشی چون چنان بودن ایشان تا چنین چند خواهی بود حیوان تا چنین تخت سر تا بسر یا صحابای پیغمبر میمونی آخو مردای خدا او سوپرمن بدن ترا چی و پا تا با پای با قدم او دراز کردن چی از فعالت به پرستان رستن و زبان تو صحابه خستن خونت بسوزا زیان و ضررت فقط در مسلمان ها میرسه میشینی میخیزی و تنقیدی صحابه و تعنی صحابه در فضولی میکنی دیوان سیاه گوی بردی در زبان داری نگاه اون کاری خوب بای دستت نمیاد اقلا کوشش که کاری بد نکنی چنوا نمیکنی گره خود گره ما باش ابرو کشاده باش چه دستت کشاده نیست همین گره خوی کردن نمیتونی اقلا خودت گره نشه اون دستی کشاد نداری اقلا چهره تا کشاد بگی وقت تک تکش بگی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای بنی بشر مبعوث شده است هیچ جوری شک نیست او در این موضوع صحبت ها زیاد کردگی حجت به تکرار هم نیست بزرگای مثل برنارد شو آخه حضرت چنان صفاتایی کردیل که وقتی میخوری در تعجب میمونه که مسلمان ها چنی برنارد شو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی نشناختن دیگر این قدر سازمان و این قدر سترکتوره ها و با میگه در همه کنج دنیا جنگ آدم کشی خیانت غارتگری اگر خداوند میگه همین یک بار دیگه محمد صلی الله علیه و سلم به همین دنیا میفرستاد دیگه حجت به یک سازمان ساختارش نبود همه تینج آرام میشه همه را آرام تینج میده خدای بزرگ به شنیده و عمل کردن نصیب ما بود آمین خدا کنه که تاریخ اسلام رو بدونیم تاریخ پیغمبر رو بدونیم تاریخ بزرگای همین دیار رو بدونیم انشالله اگر دونستیم کسی دیگه ما رو منقورت کردن نمیتونه قصه منقورت هم میدونه نه همین بعضی مردمی ابله هستن نیستی گوش میکنی همین معلوم است نه همین سخنای میگه گپوی میزنه که اصلی خیچه دیگه فراموش کرده است که کی بود چی بود یعنی منقورت شخصی را میگن که اصلش فراموش کرده است همین قوم قبایل مغول تبار یا عادت داشتن خونه سوخته وقتی که اسیر جنگی را میگرفتن سرش می تراشیدن دست و پوش بستگی سر می تراشیدن بعد همی بره را میکشیدن پوستی بره را در بلوی همون سرش جوس میبستیدن همین در سرش میکشیدن دست پو بستگی در بیابون پرتافتیانش بعد چند مو ایته نمیزنن برویا این موی انسان به حد قوته میبرویا که ایجا پوست یوخی تصور کنه پوست سوراخ کرده میگذره او پوست قاق شده همین سر میجقه وقتی که همین کسافانه سر که میجقه رگ پیوند میجقه اکثری همین آدمایی را که مقصد به همین ورطه میانداختن هلاک میشیدن طاقت نمیکردن ای 10 نفر 1 نفر قوت میکرده است همین آدمای با قوت جنگاورای مزبله را میگرفتن در کار هر کسانه قوت میکرده است و بعد که او یگان هفته پس می اومدن اگر نمورده باشه بعد دستاش میکشویان بعد طعامش میتنه کم کم قربتش میکنن دیگه او پوست ایسر جدا نمیشه موی سر ای پوست سرخ کرده برمانده است یا دستش شتگی ای تمام گذشته خیچه تماما دیگه فراموش میکرده است کی و چی بگیجا تولد چیدم اصلا چیه و هم خوجینش می اومده است میگوید است نامی تو فلان این من تا خوجین دیگه فرمانی من میبری سگ اینقدر وفادار نمیشه سگ با درجه نه رحم ترحم کسی را میگم بکش میگم میکشم چی کاره بفرمانش میکنم